بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همراهان آکادمی پارس گلد. در خدمت شما هستیم با یک جلسه بسیار بسیار جذاب و بسیار بسیار مهم در بررسی در واقع تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، مبحث نواحی و سطوح حمایت و مقاومت. خب همونطور که میدونیم کل اساس بازارهای مالی در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشنی بر مبنای نواحی و سطوح حمایت و مقاومت هست که حالا انواع مختلفی داره، استاتیک داره، داینامیک داره، که ما در این جلسه به صورت خلاصه خدمت شما آموزش میدیم و تشخیص و شناسایی این نواحی بسیار بسیار مهم هست و بسیار بسیار به شما کمک میکنه در پیاده سازی استراتژی های مختلف، در ورود به معاملات، در شناخت نواحی مختلف و به نوعی میشه گفت جزء ملزومات ارزم به حضورتون بازارهای مالی شناخته میشه. خب ببینیم اصلا نواحی و سطوح حمایت و مقاومت چی هست. خب من یک قسمت سفید چارت رو بیارم. ببینید عزیزان، ما فرض کنید که یک ناحیه مقاومتی، یک ناحیه حمایتی اینجا ما داریم. خب نواحی حمایتی نواحی هستن که از ریزش بیشتر مارکت جلوگیری میکنن. یعنی چی؟ یعنی که شما فرض کنید یک روند نزولی به این صورت داشتید، این روند نزولی شما میاد میخوره به یک ناحیه حمایتی مهم و زمانی که به اون میخوره از ریزش بیشترش جلوگیری میکنه و به سمت بالا حرکت میکنه، یا اینکه میتونه حالا نوسانهای مختلفی روی این بزنه و به سمت بالا حرکت کنه. به این ناحیه ما میگیم یک ناحیه حمایتی یا یک ساپورت لول، یا جایی که محدوده‌ای که برای شما اتفاقی که میفته میاد و یک ناحیه تقاضا رخ میده. خب میدونید بازار مالی بازار عرضه و تقاضا هست. یک ناحیه تقاضا اتفاق میفته و اینجا ما شاهد ورود خریداران هستیم و افزایش قیمت. حالا از اون طرف یک ناحیه میتونه یک ناحیه مقاومتی باشه. ناحیه مقاومتی به ناحیه گفته میشه که در یک روند صعودی میاد از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری میکنه و باعث ریزشش میشه. اینجا رو ببینید، باعث ریزش قیمت میشه، یا اینکه ممکنه بیاد به این ناحیه مقاومتی برخورد کنه، چندین نوسان بزنه و بعد ریزش کنه. خب این ناحیه مقاومتی به نام رزिस्टنس لول یا همون نواحی مقاومتی و جایی هست که عرضه اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی که فروشندگان وارد کار میشن و قیمت کاهش پیدا میکنه. حالا این قیمتی که بهتون میگیم تو بازارهای مختلف میتونه معانی و تعاریف مختلفی داشته باشه. میتونه داخل یک بازار فارکس باشه، روی یک سهام خاصی، و یا روی بازار ارزهای دیجیتال و کریپتوکارنسی باشه، روی یک ارز خاصی مثل بیت کوین، یا اینکه روی یک جفت ارز باشه مثل اونس جهانی طلا به دلار، یا مثل این بازاری که ما روی اون فعالیت میکنیم، بازار مظنه آب شده که یک بازار داخلی هست و روی نماد مظنه آب شده جهانی باشه و این اتفاق، این در واقع افزایش و کاهش قیمت رخ بده. پس اساس نواحی حمایت و مقاومت همین هست که میان چی کار میکنن؟ میان نواحی حمایتی از ریزش بیشتر جلوگیری میکنه، ریزش بیشتر قیمت، و نواحی مقاومتی از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری میکنه. و نکته‌ای که هست، این نواحی دوستان به هم تبدیل میشن. یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید که اینجا یک ناحیه حمایتی دارید، درسته؟ این ناحیه حمایتی شما، بازار میاد به سمت اون حمله میکنه، یک بار به اون برخورد میکنه، میره بالا، مجددا میاد به اون برخورد میکنه و اون رو میشکنه. اینجا که شکسته شد دیگه این ناحیه حمایتی شما به یک ناحیه مقاومتی تبدیل شده. یعنی چی؟ یعنی که در اکثر مواقع میاد یک پول بک به اون میزنه و حکم یک ناحیه مقاومتی رو داره و باعث ریزشش میشه. پس اینجا ما یک ناحیه حمایتی داشتیم که به یک ناحیه مقاومتی تبدیل شد. پس نواحی حمایت و مقاومت به هم تبدیل میشن. حالا فرض کن شما یک ناحیه مقاومتی داشته باشید و حالا میخوایم این رو به ناحیه حمایتی تبدیل کنیم. یک روند صعودی داشتیم، به اون برخورد میکنه، نمیتونه اون رو بشکنه. حالا در روزهای مختلف مجددا به اون برخورد میکنه، نمیتونه بشکنه. در برخورد بعدیش که حالا میتونه تعداد مختلفی داشته باشه، اون رو میشکنه،
به اون پول بک میزنه و به سمت بالا حرکت میکنه. اینجا ببینید پول بک به ایزد حکم یک ناحیه حمایتی رو پیدا کرد. ناحیه مقاومتی ما به یک ناحیه حمایتی تبدیل شد و قیمت رو به سمت بالا پرتاب کرد. پس این نواحی حمایت و مقاومت با شکسته شدن به همدیگه تبدیل میشن. خب حالا ببینیم نواحی حمایت و مقاومت آیا همیشه به صورت افقی هست؟ خیر، نواحی حمایت و مقاومت میتونه به صورت مورب هم باشه. ببینید یک ناحیه حمایت مقاومت صعودی رو اینجا داریم، یک ناحیه حمایت و مقاومت نزولی رو اینجا داریم. به این نواحی حمایت و مقاومت افقی که یک خط افقی هست میگیم حمایت و مقاومت استاتیک. به نواحی حمایت و مقاومتی که به این صورت افقی نیستن و به صورت یک خط مورب هستن میگیم نواحی حمایت یا مقاومت داینامیک. پس داینامیک، استاتیک، به همین راحتی. خب حالا ما بهتون گفتیم توی حالت استاتیکش عذرخواهی میکنم، توی حالت استاتیکش ممکن بود بیاد چندین برخورد کنه و اون رو بشکنه، پول بک بزنه و به سمت پایین حرکت کنه، و یا بالعکس اینجا ممکن بود یک ناحیه مقاومتی باشه بهش برخورد کنه، اون رو بشکنه، پول بک بزنه، به سمت بالا حرکت کنه. توی حالت داینامیک هم دقیقاً به همین صورته که ما از اون به عنوان خط روند یاد میکنیم. داخل خط داینامیک در واقع ناحیه داینامیک صعودی میاد چیکار میکنه؟ قیمت میاد ارزم به حضورتون که به اون برخورد میکنه از سمت بالا، دوباره میره بالا. ببینید حکم یک حمایت رو برای ما داره، به سمت بالا پرتابش میکنه، میاد اون رو میشکنه، یک پول بک به اون میزنه و ریزش میکنه که به این ما میگیم چی؟ بهش میگیم یک ناحیه حمایت مقاومت داینامیک که اینجا ببینید برای ما حکم حمایت رو داشت، خط رو به سمت بالا پرتاب کرد، وقتی که شکسته شد حکم یک مقاومت رو داشت، به اون برخورد کرد و باعث ریزش شد. و یا داخل یک ناحیه حمایت مقاومت داینامیک نزولی به چه صورته؟ به این صورت میاد ارزم به حضورتون از پایین به اون برخورد میکنه، حکم یک مقاومت رو داره، باعث ریزشش میشه و بعد که شکسته شد یک پول بک میزنه بهش، حکم حمایت رو داره، در واقع تبدیل میشه به یک ناحیه حمایتی داینامیک و به سمت بالا حرکت میکنه. اینجا از حرکتش مقاومت شد و اینجا تبدیل شد به یک ناحیه حمایتی و به سمت بالا پرتاب شد. پس ما اگر یک روند صعودی داشته باشیم، اینجا ببینید من حالا اینو بهتر رسم کنم، ما اگر یک روند صعودی داشته باشیم خیلی راحت میتونیم بیایم و کف ها رو به هم وصل کنیم و یک خط روند رو اینجا بین اولین نقطه تا آخرین نقطه اینجا یک خط روند در واقع صعودی داشته باشیم که یک ناحیه حمایت داینامیکه، یک ناحیه حمایتی داینامیک. یا اگر یک روند نزولی داشته باشیم، توی روند نزولی میایم سقف ها رو به هم وصل میکنیم، خیلی راحت میایم سقف ها رو به هم وصل میکنیم و این میشه یک ناحیه مقاومتی داینامیک که باعث ریزش شده و زمانی هم که شکسته بشه به سمت بالا پول بک میزنه معمولا و به روند صعودی، روند نزولی ما تبدیل میشه. ببینید این اصول نواحی حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک بود که حالا ما استاتیکش که بسیار بسیار ساده است و البته بسیار مهمتره، نواحی حمایت و مقاومت استاتیک یا همون نواحی افقی بسیار بسیار قوی تر هستن نسبت به نواحی داینامیک و بسیار مهمتر هستن و شناخت اونها بسیار مهمتره. و نواحی داینامیک هم خب به صورت خط روند خودشون رو نشون میدن یا به صورت کانال هم میتونه اتفاق بیفته و ما بیایم و در واقع سقف و کف ها رو به هم وصل کنیم و ببینیم که بازار و مارکت ما توی یک کانال صعودی یا یک کانال نزولی در حال نوسان هست. به همین سادگی. خیلی خب بریم روی چارت. من چندین مثال برای شما بزنم و شما این مبحث رو بهتر باش آشنا بشین، هرچند که ما در دوره جامع نواحی حمایت و مقاومت رو به صورت کامل خدمت دانشپذیران خودمون آموزش دادیم و اینجا می‌خوایم به صورت خیلی خلاصه خدمتتون توضیح بدیم. ببینید نواحی داینامیک که کاملا مشخصه، نواحی داینامیک نواحی هستن که در واقع خط روند ما هست و اینجا رو ببینید با احتساب سایه ما خیلی راحت میتونیم به هم وصل کنیم. یک ناحیه هست که یک خط روند
صعودی رو اینجا داریم، یک ناحیه داینامیکه که حکم مقاومت رو برای ما داشته. ببینید رفت بالا اومد خورد بهش، اینجا دوباره رفت بالا اومد خورد، مقاومت شد، حمایت شد، رفت به سمت بالا و حرکت خودش رو ادامه داد. و اینجا در ادامه زمانی که شکسته شد، اینجا ببینید زمانی که شکسته شد، حالا توی روزهای بعدی اومد به در واقع خط روند ما یک پول بک زد، مقاومت شد، به هم تبدیل شدن، اینجا باعث ریزشش شد. به همین سادگی. یا مثلا یک مثال دیگه براتون بزنم. اینجا ببینید ما یک خط روند نزولی داشتیم، مارکت اومد بهش برخورد کرد ریخت، اومدش برخورد کرد ریخت، اینجا اومد اون رو شکست، یک پول بک به زد و به سمت بالا حرکت کرد که به این میگیم یک ناحیه مقاومتی داینامیک و بعدش تبدیل شد به یک ناحیه حمایتی. خب حالا نواحی استاتیک به چه صورته؟ نواحی استاتیک در واقع خطوط حمایت و مقاومت استاتیک دو حالت دارن. یا اینکه نواحی هستن که تعداد برخورد زیادی روش اتفاق افتاده، یا نواحی هستن که کلا روند چارت رو عوض کردن. یعنی چی؟ اینجا رو ببینید، مثلا من اینجا برای شما یک مثال بزنم. اینجا ما یک ناحیه کاملا مشخصه، یک ناحیه حمایتی استاتیک داشتیم. چرا؟ چون که بازار مارکت اومد بهش برخورد کرد، حمایت شد به سمت بالا، برخورد کرد، حمایت شد به سمت بالا، برخورد کرد، حمایت شد به سمت بالا. کاملا یک ناحیه حمایتی بوده و استاتیک هم بوده. و یا اینجا رو مشاهده کنید، حالا این حالت داینامیکش هست، کاملا مشخصه، بازار اومد خورد بهش، رفت پایین، خورد بهش، رفت بالا، اومد در واقع برخورد کرد و اومد پایین. اینجا ببینید دوستان، ما یک خط روند صعودی میتونیم اینجا رسم کنیم، یک خط روند هم اینجا میتونیم رسم کنیم، در واقع در یک کانال در حال حرکت هست. این نواحی داینامیک ما محسوب میشه. و برای حالت استاتیک اینجا رو ببینید کاملا مشخصه. اگر ما اینجا یک ناحیه در نظر بگیریم، حالا این کمی بیاد بالاتر، در گذشته برخورد کرده، دوباره در ادامه زمانی که برخورد کرده به این ناحیه مقاومتی ما، دوباره باعث ریزشش شده. یک ناحیه مقاومتی استاتیک برای ما هست. اینجا ببینید کاملا این ناحیه مشخصه، برخوردهایی که به اون داشته و باعث ریزشش شده. و حالا یک عرضم به حضورتون تبدیل ناحیه هم برای شما پیدا کنیم که ببینید نواحی چطور به هم تبدیل میشن توی حالت استاتیک. اینجا ببینید ما مارکتمون اومد خورد به این ناحیه حمایتی، به سمت بالا پرتاب شد، خورد بهش، به سمت بالا پرتاب شد، خورد بهش، پرتاب شد، اینجا اومد اون رو شکست، یک پول بک زد و اینجا مقاومت شد بهش و ناحیه حمایتی ما به یک ناحیه مقاومتی تبدیل شد. در ادامه هم ببینید باز هم بهش برخورد کرد و ریزش کرد و نواحی به این صورت به هم دیگه تبدیل میشن به همین سادگی. اینجا ببینید ما یک ناحیه در واقع خط روند نزولی داشتیم، بازار اومد بهش برخورد کرد، مقاومت شد، برخورد کرد، مقاومت شد، اومد پایین، اون رو شکست و دیگه اینجا پول بک نزد برای ما. ناحیه مقاومتی داینامیک به یک ناحیه حمایتی داینامیک تبدیل شد و قیمت رو به سمت بالا پرتاب کرد. حالا که شما نواحی حمایت و مقاومت داینامیک و استاتیک رو شناختید، بعد ببینیم چطور باید از اون استفاده کنیم. ببینید ما یک اصلی داریم در بازارهای مالی به این عنوان که بازار به صورت پیوسته تکرار میشه. یعنی چی؟ یعنی که شما اگر در گذشته یک ناحیه حمایت یا مقاومت استاتیکی داشتید، احتمالاً در آینده هم زمانی که مارکت به اون ناحیه برسه، خریداران و فروشندگان به خاطر بار روانی اون ناحیه وارد معامله میشن و اونجا ناحیه مناسبی برای ورود به معامله هست. یعنی چی؟ اینجا من یک مثالی رو خدمتتون بزنم. خب
شما فرض کنید ما خدمتتون عرض کردیم نواحی حمایت و مقاومت شامل نواحی پربرخورد هست که الان اینجا ببینید مثلا حالا براتون مثال زدیم دیگه، چند تا برخورد اینجا داشتیم و میتونیم بیایم به صورت یک خط افقی رسمش کنیم که در آینده هم اون رو داشته باشیم. درسته؟ اینجا ببینید نواحی پربرخورد یعنی نواحی که بیشتر از یک برخورد داره. اینجا خورد برگشت و به سمت پایین حرکت داده شد. حالا اینجا ببینید در آینده در روز بعد دقیقاً اومد به همین ناحیه واکنش نشون داد، چون که یک ناحیه حمایت مقاومت برای ما بود. اینجا وقتی اومد اون رو شکست دوباره اومد به اون برخورد کرد و به سمت بالا حرکت کرد. خب اینجا دقیقاً توی این ناحیه ما با دیدن الگوهای کندلی که الان اینجا الگوی هارامی برای ما اتفاق افتاده میتونیم وارد معامله بشیم و با دریافت تاییدیه میتونیم وارد معامله خرید بشیم. پس به این صورت ما میتونیم از نواحی حمایت و مقاومت بیایم برای ورود به معاملاتمون استفاده کنیم. یا که شما فرض کنید یک ناحیه‌ای که در گذشته روند بازار رو عوض کرده. یعنی چی؟ اینجا رو ببینید، ما یک روند صعودی داشتیم، یک روند صعودی قوی داشتیم. اینجا یک ناحیه‌ای بوده اینجا که روند صعودی قوی ما رو به یک روند نزولی تبدیل کرده. خب ما میایم اون رو به صورت یک خط افقی رسم میکنیم و در آینده در ادامه صبر میکنیم ببینیم واکنش بازار به اون چی بوده. اینجا رو ببینید دوستان چقدر نسبت به این ناحیه واکنش داده در روزهای آینده. اینجا رو ببینید دقیقاً بازار اومد اینجا روی اون یک نوسانی زد به سمت بالا حرکت کرد. درسته؟ اینجا رو ببینید در روزهای بعد بازار اومد یک روند نزولی داشت، به اون برخورد کرد، به سمت بالا حرکت کرد. یعنی یک ناحیه بسیار بسیار مهم بود که اینجا هم باز الگوی دوکندلی اینگالف اتفاق افتاده. ما این الگوها رو به صورت کامل در دوره جامعه بهتون گفتیم. الگوی دوکندلی اینگالف اتفاق افتاد، به ما تاییدیه داد و میتونستیم وارد معامله خرید بشیم و همچین سود خوشگلی رو از بازار دریافت کنیم. 150 خط سود. پس ببینید به این صورت ما استفاده میکنیم از نواحی حمایت و مقاومت و این که به شما میگیم بازار به صورت پیوسته تکرار میشه همینه. ببینید یک ناحیه که ما در گذشته پیدا کردیم به عنوان یک ناحیه حمایت و مقاومت مهم در آینده به این صورت برای ما واکنش نشون داد و شما باید بیاید روی تایم فریم های بالاتر، چون که نواحی حمایت و مقاومت خیلی به تایم فریم های کوچیک مثل 1 دقیقه احترام نمیذاره، حالا تو اصطلاح میگن، روی تایم فریم 5 دقیقه 10 دقیقه بیاید گذشته چارت رو بررسی کنید. مثلا الان حال بازار اینجاست، درسته؟ الان بازار امروز اینجاست. ما بیایم این نواحی رو در گذشته بیایم حداقل 2 هفته تا 1 ماه در گذشته بررسی کنیم، ببینیم چه نواحی حمایتی و مقاومتی در گذشته بوده، بیایم اونها رو رسم کنیم و در روزهای آتی از اونها استفاده کنیم. چرا؟ چون که بازار میدونیم به صورت پیوسته تکرار میشه. بسیار خوب، پس این از اهمیت نواحی حمایت و مقاومت که حالا میتونه به صورت ارزم به حضورتون داینامیک باشه و به همدیگه اینجوری تبدیل بشن. ببینید چقدر زیبا. اینجا شما میتونستید با شکست خط روند نزولی وارد معامله خرید بشید و دریافت تاییدیه، البته که ما در دوره جامعه به صورت کامل گفتیم. اینجا بازار تموم شده و خب ادامه نداشته. یعنی اینجا رو ببینید نواحی حمایت و مقاومت داینامیک چقدر زیبا عمل میکنن. اومد اون رو به سمت پایین شکست و به سمت بالا حرکت کرد. درسته؟ حالا میتونه پول بک بزنه، میتونه پول بک نزنه. از این نواحی به راحتی شما میتونید استفاده کنید. مثلا الان اینجا یک مثال برای شما بزنم. اینجا اگر من بازار بیام صفر کنم، خب من میبینم قبلش یک حجم عظیمی از خریداران بوده و یک روند صعودی بسیار قدرتمندی بوده، اومده خورده به یک ناحیه‌ای، به این مظنه‌ای که اینجا هست، ریخته، دوباره رفته بالا ریخته. خب من پیش خودم میام این رو رسم میکنم به عنوان یک ناحیه حمایت و مقاومت مهم و در آینده میبینم که دقیقاً بازار میاد به اون واکنش نشون میده. اینجا ببینید دقیقاً اومد خورد. خب ما میدونیم اینا خط نیستن، ناحیه هستن. شما باید حداقل 10 خط فضا رو بدید برای این نواحی. دقیقاً اومد خورد به این ناحیه و باعث ریزشش شد. خب من میام اینجا دنبال الگوهای کندلی میگردم. اینجا ببینید دقیقاً تک کندلی داجی سبزرنگ اتفاق افتاده. با دریافت این تاییدیه قرمز من وارد معامله فروش میشم و همچین سود خوشگلی رو میام و
دریافت میکنم. 50 خط 60 خط سود رو میام دریافت میکنم. میام حداقل روی یک ماه گذشته بازار نواحی پر برخورد، نواحی که بیش از یک بار برخورد داشتن و نواحی که کلا روند بازار رو عوض کردن. یعنی چی؟ یعنی مثلا اینجا ببینید ما تا قبلش یک روند کاملا صعودی داشتیم، اینجا خورد، روند ما کلا شد به یک روند نزولی. پس این بیشینه مقدار مارکت من هست، این رو من مشخص میکنم. یا مثلا این ناحیه، حالا من اینجا رو ببینید، اینجا 2 تا برخورد داشتیم، روند نزولی من اومد خورد رفت بالا، دوباره خورد رفت بالا. خب من میدونم اینجا یک ناحیه حمایتی بوده، این رو مشخص میکنم. در آینده میام روی اون حساب باز میکنم. اینجا ببینید دقیقا خورد و روند ما رو عوض کرد، اینجا شکسته شد، پول بک زد و به سمت بالا حرکت کرد. پس این از کاربرد نواحی حمایت و مقاومت که شما بعد این اصول رو بدونید. حالا بیاید در کنارش یک سری استراتژی و ترفندها استفاده کنید. مثلا برای ارزم به حضورتون نواحی حمایت و مقاومت استاتیک بیاید از الگوهای کندلی استفاده کنید برای ورود به معامله، و یا از نواحی حمایت و مقاومت داینامیک بیاید از استراتژی شکست خط روند استفاده کنید و تاییدیه بگیرید و وارد معامله بشید. و در واقع میشه گفت اصول بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال هست نواحی حمایت و مقاومت. و خب ما در این جلسه سعی کردیم که به صورت خلاصه و البته تقریبا میشه گفت کامل این مطالب رو خدمتتون ارائه کنیم. انشالله که برای شما مفید واقع بشه و بتونید نهایت استفاده رو ببرید و به سود و نتیجه مد نظرتون توی بازارهای مالی دست پیدا کنید. تا آموزش بعدی، خدایا رو نگهدار شما.